سوره یونس آیه 7 در ورودی قرآن کریم است. آنها آرزوی رسیدن به ما را ندارند و به زندگی دنیا خشوع هستند. هر انسانی اراده‌ای دارد. اراده آزاد و مقدس است و الله در آن دخالت نمی کند و نمی خواهد کسی در آن دخالت کند. الله تعالی با رسولانی که از جانب خود فرستاده همه انسانها را به سوی ذات خود دعوت می کند، یعنی رسیدن روح به الله در همه زندگی دنیا. اما انسان صاحب اراده آزاد است، یا آرزوی رسیدن به الله را دارد یا زندگی دنیا را می خواهد. در سوره یونس آیه 7 آمده است که کسایی که این دنیا را می خواهند و به سبب اعمالشان جایگاهشان جهنم است و در آن جاودانه خواهند بود. پس اگر انسان میخواد در دنیا آرام و خوشبخت باشد و در آخر به بهشت برسد، طبق آیه 5 سوره عنکبوت باید از ته دل رسیدن به الله را داشته باشد. دو گروه انسان وجود دارد. طبق سوره عنکبوت آیه 25 کسایی که آرزوی رسیدن به الله را دارند و طبق سوره یونس آیه 7 کسایی که آرزوی رسیدن به الله را ندارند. کسایی که آرزو ندارند به جهنم میروند و کسایی که آرزو دارند به نجات میرسند.